توی این ویدیو میخوام راجع به Geburtsurkunde یا گواهی تولد آلمانی صحبت کنم. گواهی تولد یا Geburtsurkunde توسط Standesamt که زیر مجموعه Bürgeramt میشه صادر میشه تو آلمان. Geburtsurkunde یکی از مهمترین اسناد زندگی هر فردی می باشه که مهمترین اطلاعات شخصی اون فرد توی اون ثبت شده، مثل اسامی پدر مادر و محل تولد و تاریخ تولد. توی این سند تولد فرد از نظر قانونی ثبت و تایید می شود و شامل اطلاعات مهمی از جمله نام و نام خانوادگی نوزاد، تاریخ و محل تولد نوزاد و نام والدین او می باشد. حالا سوال پیش میاد که Geburtsurkunde یا گواهی تولد در آلمان برای چه چیزایی لازم میشه؟ اول اینکه این یه سند هویتیه که هر فردی باید اونو داشته باشه. 2 برای درخواست آوسوایس و پاسپورت به گواهی تولد نیاز داری. 3 برای ازدواج، برای اینکه وضعیت تأهل و هویتمون تایید بشه به یک Geburtsurkunde احتیاج داریم. برای دریافت کمک‌های دولتی مثل کیندرگلد و التانگلد هم به یک Geburtsurkunde احتیاج داریم. برای ثبت نام در مدرسه و دانشگاه هم به گواهی تولد احتیاج داریم. برای امور ارث و میراث و برای اثبات وابستگی خانوادگی هم به یک Geburtsurkunde احتیاج داریم. و همچنین برای درخواست بازنشستگی و برای تایید اطلاعات مربوط به تولد به یک Geburtsurkunde احتیاج داریم. تا اینجای ویدیو لایک و سابسکرایب یادتون نره و اگه مطلبی به ذهنتون میرسه حتما کامنت کنید. خب حالا چجوری میتونیم تو آلمان Geburtsurkunde رو درخواست بدیم؟ بیمارستان معمولا اطلاعات تولد و مستقیما به Standesamt یا اداره ثبت احوال ارسال میکنه و Standesamt هم در عرض چند روز گواهی تولد رو صادر میکنه و هزینه صدورش هم با توجه به منطقه و شهری که هستید بین 10 تا 15 یوروه. برای درخواست Geburtsurkunde با Standesamt باید توجه کنید که حداکثر 1 هفته بیشتر وقت ندارید وگرنه به تأخیر میفته یا ممکنه که جریمه بشید. خب من امروز سعی کردم که اطلاعات مفید و جامعی راجع به Geburtsurkunde یا گواهی تولد در آلمان بهتون بدم. امیدوارم که تا یه حدی بهتون کمک کرده باشه و به اطلاعاتتون اضافه کرده باشه. اگه کامنتی دارید حتما بذارید و نظراتتون رو بدید. خدا نگهدار.